هر کسی تو این دنیای عاشق ایمانی رو داره. چشممون رو تو گودال باز کنیم، آخرین نفسمون رو تو گودال میکشیم. اگه بیرون تو درد سر بیفتیم، خودمونو میندازیم تو گودال. هر جای این دنیا که بریم باز برمیگردیم به گودال. حتی اگه همدیگر رو نشناسیم، همدیگر رو میفهمیم. گودال دوبله شده در استودیو جرمی. ادریس 5 کیلو پرتقال چقدر میشه؟ واسه تو 17 لیر. خیلی گرونه. 15 بده ببرم. باشه 16 لیر بده. اونجا 16 میداد نخریدم. تازه مال اون از مال تو خیلی بهتر بود. بی انصافی میکنی. پرتقال من تو بازار بهترینه. چشم داریم میبینیم. خودت هم اینو میدونی. بی انصافی کردی، اما من این پرتقال 15 تا میدم ببری، اما به کسی نگو. باشه. پس سوا کن. ببخشید. بفرمایید. خسته نباشی. ملیها بفرمایید. نمیخواد مهمون من باش. ممنون، دست درد نکنه. شبیه کسی هستی دخترم. تعجبم واسه همینه. بگذاریم. چی میخوای؟ سیب هست، پرتقال هست. چی بدم بهت؟ مصاحبه. تازه شروع کردی؟ از کجا فهمیدین؟ خیلی مصممی. بله. میگی یه گزارش خوب بگیرم نظر رئیسم رو جلب کنم، فوری ترفیع بگیرم، نه؟ هم آره هم نه. از بچگی تا حالا اسمتون رو شنیدم. این یعنی یکم هم کنجکاوم. سوالی که به کارم نیاد نمیشنوم. بعدا نگو نگفتی. باشه. بیا. نه نمیشه زرد کنی. هرچی تو ذهنت همون. باشه. بشین. سر شب که بازار تعطیل میشه فقیر فقرا میان، میوه ها و سبزی خرابو جمع میکنن. دوست ندارم فقرا میوه های خرابو ببرن. بساطو باز میکنم، هر کی از چقدر میخواد ببره.
از صبح هر چقدر فروخته باشم همون برام بسه، بقیهش مال اوناست. غیر از اینه 42 ساله حتی یه روز هم میوه سالم بر نگردوندم خونه. بچه‌های من حتی یه روز هم میوه حسابی نخوردن. نمیدونم اونا به بچه‌های خودشون چی میدن، دخالت هم نمیکنم. چند تا بچه داری؟ بزرگشون جمالیه. همون که تو زندانه. نوش جونت داداش جمالی. بعد اون قهرمانه که اونم بالا سر کاراست. آره. درسته؟ قهرمان. داداش سب کن. داداش نکن. داداش غلط کردم. ببینم باز دلت میخواد پاشی بری جلو مدرسه هیزبازی در بیاری مردی که آره قسم میخورم دیگه تکرار نشه. ساکت باش پسر، میخوام مدعوات شروع کنم. داداش باشه پسر جون ساکت باش، ساکت. بادکنک فروش، ببین این درمان تو نگاه کن. این عشق تو فراموش شدنی نیست به خدا، نیست به خدا نیست. سلیم هم هست. درسته؟ درسته. اون کوچیکشونه سلیم. سلیم. پسرم توت فرنگی ها تازه؟ نه تازه نیستن. اگه نیست برای چی میفروشین؟ ببینم چی کار داری میکنی خانم. اگه خریداری بخیر، اگرم نیستی برو. میرم به بابات میگم. خیلی خوب، اگه اینطوره برو سلام منم برسون. هی پسر، اینو بگیر پرش کن. اون خانومه رو میبینی؟ ببر بری بهش بگو آقا سلیم فرستاده. عجب گیری افتادی. آقایون اینا رو جمع کنید بدید به فقرا. آره اینجا رو ببین. نه انگاری همه چی تکمیله، فقط میوه فروختنمون کم بود. خوشگل بودی، خوشگل‌تر شدی بادکنک فروش. برای چی انقدر بادکنک فروختن دوست داری آخه ها؟ یا بهتره بگم که دوست داشتی. الان حالت بهتره؟ بازم هیزبازی در میاری؟ بازم دختر بازی میکنی یا نه؟ نه بچه باید دست بازی چطوری؟ چی داری میگی داداش؟ داریم میمیریم از خستگی. شما چرا خسته شدین؟ همه کارا رو من کردم. داداش قهرمان از کله سر تا الان دنبال این مرتیکه ایم. بذار بریم بخوابیم تو رو خدا. بریم بخوابین تنبله. خودم یکی رو پیدا میکنم باش مسابقه بدم. رفت زمین فوتبال تنهاست. خیلی ها به این محله میگن گودال. راستم میگن، همونطور که میبینی این گوداله. قبلا اینجا این باطلاق بود. سال 79 خیلی ها میان اینجا خیلی شلوغ میشه. در نتیجه محله بزرگ میشه. شهرداری میاد میگه اینجا رو تبدیل به محله میکنیم. اسمشو چی بذاریم؟ اهل محلم سلامت باشن جمع میشن میگن اسمشو بذارین گودال. و اگر من به کسی نگفتم این اسمو بذارین و اون اسمو بذارن، هیچ وقت هم نمی کنن. باید یه عرقی بریزیم. اصل من حاضره؟ تو اتاقت داداش شسته شده و اتو شده. آفرین پسر، تو خیلی کاری هستی. تو دستور میدی منم انجام میدم. 5 به 5 ها. 1 به 5 مکه. باید عرق بریزیم. سر صبح میتونی این آدم ها رو پیدا کنی؟ چی؟ من بگم مسابقه مجانی داریم و اونا نیان؟ نه بابا صف میبندم. حرف نداری پسر، دمت گرم. برو ببینم چیکار میکنی. چشم داداش. برو. حداقل 10 دقیقه دیگه میان.
یعنی هر کی تو این محله زندگی میکنه همشهری یا فامیل شماست؟ روز بخیر داداش. روز بخیر. فرض کن اینجوریه، اما اگر نباشه هر وقت کارشون گیر کنه میان پیش منم اگه کاری از دستم بر بیاد میکنم. اشتباه نکنی ها. منم اگه مشکلی داشته باشم میرم پیش اونا. اگه عصبانی نمیشین میخوام یه چیز دیگه بپرسم. واسه چی عصبانی بشم دختر قشنگم؟ من از اول بهت گفتم اگه از سوالی خوشم نیاد نشنیده صاحب میگیرم. نصف این ساختمونا شمایی، تو بقیه‌شون هم شریکی. قیمتش بالای 1 میلیون لیر تخمین زده شده. وقتی صاحب یه همچین ثروت عظیمی هستین برای چی هنوز دارین فروشندگی میکنی؟ ببین دختر خانوم، بابای خدا بیامرزم یه حرفی میزد، میگفت پول جمع نکن آدم جمع کن. میگفت وقتی مشکل داری و کسی نمیاد سراغت پول چه ارزشی داره. در مورد کار تو بازار فقط من نیستم، پسرای منم میرن تو اون بازار و کار میکنن. این که به کجا رسیدیم مهم نیست، مهم اینه که از کجا اومدیم. این کشور تو یه روز آدم از اون بالاها میکشه پایین، میبره تو قبر. وای وای، سلام علیکم قهرمان خان. هر چیزی ادبی داره برادر. راست میگه قهرمان خانم، ما شما آدمای پرمشغله هستین، دسترسی بهتون سخته. این همه آدم واسطه کردیم اما بیفایده بود. سعادت‌دین، مارتولا سعادت‌دین، زنده باشی. داداش تیم آماده است. بچه ها برن خودشونو گرم کنن. بریم. تو هم به داشمون یه چایی تازه دم بده. داداش سعادت‌دین، من زود حوصله‌ام سر میره. وقتی سر میره کانال عوض میکنم. نگران نباش قهرمان خان، فیلم ما خیلی هیجان انگیزه. در مورد حرفایی که پشت سرتون میزنن چه نظری داری؟ چه حرفایی مثلا؟ میگن پلیس قبل از اینکه بیاد اینجا به شما خبر میده بعد میاد. خب دیگه واسه امروز کافیه دختر خانوم، کم کم داره ساعتهای خطرناک نزدیک میشه. اما هنوز خیلی مونده تا شب. منظورم شب و روزش نیست، گفتم ساعتهای خطرناک داره نزدیک میشه. فهمیدم، یعنی دارم سوالای خطرناکی ازتون میپرسم. ماشین داری یا بگم برسونم؟ نه، اگه تا ایستگاه تاکسی منو برسونی ممنون میشه. باشه. ایسا برو تو ماشین. خب واسه امروز دیگه کافیه، جمع کنین. میوه ها چی میشه؟ هر کی پول داشت خرید، خدا بهشون برکت بده. هر کی نداشت از دور نگاه کرد، اینا حق اوناست. خلاصه کلام این که اینم یه نوع شراکته. شما از من مراقبت میکنین، منم یه بخشی از سودمو میدم به شما. سعادت‌دین، پریدی وسط حرفم. شما صاحب محله گودالین قهرمان خان، یه جورایی روی عالمی گنج نشستین. خدا بهتون خیر و برکتش بده. ما که حسود نیستیم، خدا بیشترش کنه. اما وقتی نشه در صندوق باز کرد، وقتی نشه اون سکه های خوشگل و ریخ رو سر دخترهای خوشگل، صندوق به چه دردی میخوره؟ پول همیشه به درد میخوره. با پدر محترمت حرف بزن، ما رو قبول کنه، بشینیم حرف بزنیم. خلاصه کلام این که این شراکت به نفع همه ماست.
خب با اجازه ما دیگه بریم. عاقل ما رو پیدا نمیکنه. دیوونه دست از سرمون برنمیداره. هی جوون، راه و عوضی اومدی. رئیس بکش کنار ما را چین، بعد تو میری دیگه. راه و عوضی اومدی یعنی چی؟ یعنی این ور واسه تو ممنوعه. بسته رئیس، کشش نده. برو ایسا بذار رد شد. دمت گرم، همیشه همینجوری افگوش کن باش. تا اون گوشه میبرمه، از اونجا سوار تاکسیت میکنم، بقیهش با خودت. میخواستم برسونمت اما قسمت نشد. باشه اشکالی نداره. فقط یه لحظه صبر کن. باشه؟ باشه. ماشین رو خاموش کن بینم. پیاده شو. اون بقالیه میبینی؟ میبینم آقا. الان میری اونجا واسه خودت و دوستات نوشابه میخری. نوشابه؟ آره. اگه پولشو خواست بگو اما ادریس باهات حساب میکنه. باشه؟ باشه. اگه گفت کدوم ادریس میگی ادریس کوچوالی. حالا برو نوشابه رو بخر، بشین تو ماشین و منتظر من شو. دخترم ازت معذرت میخوام، میخواستم برسونمت خونه اما همونطور که میبینی نذاشتن، قسمت نبود. چی گفتین؟ به کی؟ به اونایی که تو ماشین بودن. ولش کن. این دفعه خواستی بیای حتما قبلش خبر بده. یعنی میتونم بازم بیام؟ معلومه که میتونی بیای. منو بد برات توصیف کردم. من آدم خور نیستم. خیلی ازتون ممنونم. من باید ازت تشکر کنم. برای چی؟ چون سوالایی نپرسیدی که دل بشکنه. دل کدوممون؟ خیلی خوب دختر خانم سوار شد. یه سوال دیگه، البته اگه خیلی خصوصی نباشه. اول که منو دیدین حس کردین شبیه کسی هستم. میتونم بپرسم شبیه کی؟ معذرت میخوام، مثل اینکه خصوصی بود. شبیه یکی از نزدیکام که چند سال پیش از دست دادمش. تو خیلی بهش شبیهی. فهمیدم. خیلی ممنون. دفعه بعد که میای برو توی یکی از این مغازه ها و بگو میخوای منو ببینی. همین کافیه. اونا تو رو میارن پیش من. برو به سلام. باشه، خیلی ممنون.
نوشابهاتون رو خریدی؟ هنوز نخوردین که. بخور. شما هم بخوری. نوشابه است دیگه، بخوری. چطوره؟ پرسیدی ادریس کیه؟ پرسیدم آقا. شما بچه این ورا نیستین. نه نیستیم. بچه استانبول هم نیستین. نه آقا تازه اومدیم، ببخشید. یه لحظه بیا پایین بینیم. آقا ما نادونی کردیم. پیاده شو. الان من و تو باید با هم یه بازی بکنیم. اینو بگی؟ بازی و بلدی؟ اگه تو برنده بشی دستم و میبوسی و میری. اگه من برنده شم نتیجه با خداست. باشه؟ شیر یا خط؟ شیر. شیر. خوبه. خب بنداز پس. یا خدا. دیگه به کسی که نمیشناسی بی احترامی نمی کنی ها. فوش نمیدی. گازشو بگیر برو. دوبله شده در استودیو جن. کاش بیشتر حالشو میگرفتی. لازم نبود پسر. اگه اینجوری باشی آدم سالم نمیمونه. علی چو بیا اینجا. سعادت برو در بکن. بیا تو علی چو. بیا مادر زن دوست داره. پناه بر خدا. من که مادر زن ندارم. به من دختر ندادن. مادر زن نداری؟ کسی هست که دوستش داشته باشی؟ اگه هست بریم خواستگاری. کاری نداره. بگی بشین. نیست عمو جان. اونا کتاب نمیخونن. اونایی هم که میخونن منو دوست ندارن. گرسنم سوپ میخوام. سوپ حاضره. چی کار کردی بوشو گرفتی ها؟ هیچی. آبجی سعادت آشغالا رو گذاشت بیرون. خدا به من نگو آبجی. من سنم از تو کمتره. چی تو آشغالا بود علی چو؟ قوطی ماست، پوست فلفل قرمز، ظرف روغن جامد. یعنی آبجی سعادت سوپ ماست درست کرده. نگاه کنین تو رو خدا. کار و زندگی نداره. میره آشغالای ما رو میگرده. ادریس خان کارش همینه دخترم. چیکار کنه؟ سوپشو بریز بخوره. آماده است دیگه. بله حاضره. کوفت کنه زودتر بره. بوی گندش همه جا رو گرفته. کاری به اون نداشته باش. تو محله چه خبره؟ خبری هست؟ داداش قهرمان باز فوتبال بازی کرد. یه مردی اومد نشستن حرف زدن. کی بود؟ از بچهای گودال؟ نبود. اما قبلا دیده بودمش. تو مراسم مدرسه، تو مراسم شهرداری، یه بارم اینجا. اینجا یعنی کجا؟ اینجا تو ماشین نشستن حرف زدن. با کی نشسته بود؟ سوپ. ها؟ سلام علیکم. خوش اومدی علی چو. بابا باید در مورد یه چیزی با هم حرف بزنیم. باشه. سعادت یک کاسه سوپ هم واسه ما بیار. در موردش تحقیق کردی؟ کیه؟ چیکار است؟
طرف تازه اومده استانبول، اما با اصالتن، شلوغن، همشون فامیلن. گودالو از کجا شنفته؟ ما رو؟ کسی هم از گودالو نشناسه؟ منظورم این نبود. قبلا با آقا مجاهد حرف زده بود، اما صحبت به تو نرسیده بود. نظرت چیه؟ من میگم یه قراری بذاریم، اما فقط گفتن من کافی نیست. باشه، بهش بگو فردا بیاد صحبت میکنیم. یه نگاهی به چشماش بندازم ببینم خیره شر چه جوری است. باشه بابا. تو کجا میری؟ همینجا بابا، جایی نمیره. امشب نمیری بیرون، میشینی کنار زن و بچت. خیلی میری بیرون. حوصله‌ام سر میره. اما گاهی وقتا سر بره بهتره. من میرم، به مادرت خبر بده. داداش سعادت‌دین، بابام گفت بیا. خداحافظ. بابات کجاست؟ رفت بیرون. این آدم سری یه بار میره بیرون، اونم به ما نمیگه. تو میدونی کجا میره ماما؟ غذا حاضره. سلیم هنوز نیومده. بهش زنگ بزن که بیاد. الان میزنم. یامان Should I go? If you said that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always stay, stay, stay. You happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? آقا یه نصفه میخواستم. ببخشید خانم یه لحظه. چند؟ پسر قیمت ساندویچا رو بهم نشون میده. این دیگه کیه؟ کلا از مرحله خیلی معطل شدی؟ جای بدی وایسادی. اینجا کوچه یکی از اون زن توش وای میستن. اینا هم فکر کردن تو هم یکی از اون. چی میگی؟ تو کی هستی؟ مهم نیست من کیم، مهم اینه که اینا پیله کردن. داداش یکم برو کنار، ما داشتیم حرف میزدیم. شما اشتباه متوجه شدین، ایشون دوست دخترمه. چرت و پرت نگو. کی گفته من دوست دختر تو هم؟ عشقم چرا اینجوری میکنی؟ داداش نشدی خانم چی گفت؟ برو پی کارت ببینم. نه برادر، ما دعوامون شده، داره ناز میکنه. برو کنار ببینم. ما داشتیم چون نمیزدیم داداش. خیلی معذرت میخوام. برو با مادرت چونه بزن مرتیکه.
بیا بدو 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 الان میان دنبالمون بدو بدو دیگه چیزی نمونده بدو بیا بدو بیا برو تو برو راحت شدی؟ ساکت باش ساکت 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 ببینم تو دیگه کی هستی؟ نفهمیدی میخوام بهت کمک کنم؟ منم انداختی تو درد سر. تو دیگه کی هستی؟ گرسنمی. ساکت باش ساکت باش خواهش میکنم لطفا. گرسنم، سرم گیج رفت، میخواستم یه چیزی بخورم. بعدشم که یهو سر و کلت پیدا شد. من از کجا بدونم تو قصد و نیت بدی نداشتی؟ راست میگی، حق با توه. ببخشید، معذرت میخوام. مثل این که رفتن. میتونیم بریم بیرون؟ نه من نمیرم، اینجا خونه منه. باشه. هی حالا که اینقدر گرسنه‌ای بیا یه نیمرو برات درست کنم. نه ممنون، نمیخوام. باشه خودت میدونی، مواظب باش. چیه؟ تا حالا کسی که تخم مرغ میخوره ندیدی؟ دیدم، اما این مدلیشو ندیدم. واقعا خیلی گرسنه‌ای. اینو که خودم گفتم. واقعا چند روز غذا نخوردی؟ چند وقت تو خیابونی؟ چه اتفاقی افتاده؟ یعنی چی شده که تو خیابونی؟ نمیتونم بگم، هنوز بهت اعتماد ندارم. یعنی هر وقت اعتماد کنی به هم میگی؟ حالا ببینیم. اول بگو ببینم اسمت چیه؟ مرجان. دروغه، اصلا اسم مرجان بهت نمیاد. حتی انقدر بهت اعتماد ندارم که بخوام اسممو بگم. باشه. کجا میری؟ میرم وسایلی که میخوام باشون بکشمت حاضر کنم. خیلی خنده دار بود، مردم از خنده. میرم حمام آماده کنم، لباسم بیارم عوضشون کنی. یه لحظه صبر کن. یه لحظه. ببین، من تو خونه تو حموم نمی کنم. پس خواهشن از اینجا برو. نمیدونم میدونی یا نه، اما بوی خیلی گندی میدی. من بوی گند نمیدم. ملکم، سلامت باشی، پاینده باشی. این بارم حرفمو رد نکردی، اومدی به هم افتخار دادی. عزیز دلم، باعث افتخارمه که تا وقتی زندم، تا وقتی نفس میکشم کنار شما باشم. به امید خدا. شروع کنیم ببینم.
ادریس. عشق تو، عشق تو. چیزی نداری زیرش بپوشم؟ گذاشتم اونجا. میشه بدیش؟
تو همیشه اینجوری بودی یا بعد از حادثه اینطوری شدی؟ کدوم حادثه؟ اینشو نمیدونم چی خورده تو سرت. خیلی دلت میخواد با مزه باشی. من رفتم شب بخیر. هوب کجا؟ میرم بخوابم. آره اما اینجا رو برات آماده کردم. اونجا اتاق منه. تو باید اینجا بخوابی. واقعا متاسفم با مهمون اینجوری رفتار میکنن. هنوز اونقدر بهت اعتماد ندارم که اتاقمو بدم بهت. پس با این حساب تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که من تو اتاقم میخوابم، تو هم اینجا میخوابی. خب دیگه شب بخیر. تلویزیونم خاموش کن. چی شد؟ برو تو اتاق در رو قفل کنم. داری شوخی میکنی ها؟ از کجا بدونم نصف شب ها نمیشی منو بکشی؟ در ذهن اگه آدم خوبی بودی رو مبل میخوابیدی مگه نه؟ عجب گیری کردیم ها. تو دیوونه ای. اصلا تقصیر منه که تو رو راه دادم خونم. باید قبل از اینکه رام بدی فکرشو میکردی. مگه چه چیز مهمی اون توه؟ تو به تو چه؟ خب دیگه بگیر بیا. شب بخیر. دارم قفل میکنم ها. باشه قفل کن. شب بخیر. شب بخیر. من سنام. یاماچ. خدا. عجب حکایتی به خشکی شانس. شب بخیر بابا. شب بخیر آقا پسر. این از کجا اومدی؟ از یکی از دوستام قرض گرفتم. دروغ نگو. خریدمش بابا. پول دادم خریدم. پسر من به تو چی گفتم؟ ما پوز نمیدیم. کوچاوالیا خود نمایی نمی کنن. میخوای سوار این ماشین بشی و تو گودال بگردی؟ آره میگردی. پشت سرت نمیگن سلیم کوچاوالی خودشو گم کرده؟ ببر پسش بده. بابا بعد از 1000 سال تازه یه چیزی خریدم. ببر پسش بده. باشه فردا پس میدم. فردا نه، همین امشب میبری. یعنی میگی برم یارو رو از خواب بیدار کنم؟ از تخت بکشش بیرون. دوبله شده در استودیو جم. میز ما رو از دستمون گرفتن، با نامردی حمله کردن، زدن و بردن و رفتن، پر بالمون رو شکستن. هر کی علش باشه میدون، هر کی میره گرفتار این کوفتی میشه نمیتونه به این راحتی پرش.
البته فروشش هم اعتیاد آوره نمیشه بلش کرد. تمومش میکنیم نگران نباش. همه دارن سراغ میگیرن میپرسن. خب یه لحظه میتره کنی پسر. یاماچ چند وقت استفاده میکنی یاماچ؟ از بچگیم به بعد نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم.